خراطی یکی از هنرهای قدیمی بوده در گذشته و هم در امروز وسیع استفاده برده می شود. این هنر را می توان جزئی از هنری دوریدگری یا کارکرد چوب نامید. استاهای خراط با استفاده از چوب‌های گوناگون هر گونه مصالح آماده می‌نمایند. عادتاً این نوع هنر تا یک اندازه به زمان امروزه موافق گشته است و سطح و صفت کار و محصولات کارکرد شده با صفت. امروزه برای این کسب اسباب‌های برقی نیز موجود است. بعضی استاها باشد خودشان این گونه دستگاه‌ها را می‌سازند که آن توسط قوه برق کار می‌کند. خلیلов حبیب الله ساکن دهه اورمیتن با وجود آموزگار بودنش اینچنین به خراطی نیز مشغول است. او این کسب را از پدرش آموخته و تا حال آن را ادامه می‌دهد. به گفته او در گذشته برای کارکرد چوب دستگاهی را استفاده می‌بردند که آن محرک یا یگان قسم حرکت دهنده نداشت و آن را با دست دور می‌زناندند. ولی استاد حبیب الله با استفاده از محرک برقی دستگاهی را ساخته است که آن خیلی کارش را آسان می‌سازد و برای این یگان قوه حرکت دهنده علاوه‌ای لازم نیست. اصلاش این هنری میراثی است. از بابای اجدادمون میراث مونده است. فقط همین تکنولوژی که در دوره‌های قدیم میکرد با کلی فرق میکنه. امروز ما با محرک‌های برقی کار میکنیم. سال‌هایی که وزنین به سال‌های 91 93 همون سال‌ها همین ناحیه ما از دو طرف در بلاکت اقتصادی قرار داشت و من توانستم که با همین هنر خودم با همین ساختن من همین اسباب‌های رساندگی ما نامش ارچوق میگوییم با چیلیک از همین ساخته بعد دهه‌های گدر اطراف برده همین با یک پیسه فروخته من آماده زندگیمون رو دیده بودیم. عین زمان استاد حبیب الله مشغول آماده نمودن مهره‌های شهمات است. به گفته استاد برای خراطی بدیعی چوب‌های خشک نپوسیده نکفیده استفاده برده می شود. از سببی که در دهات بسیار نمودی درختان سبزانیده می شود، از چوب خشک آن ظرف، بازیچه‌ها و تحفه‌ها از چوب‌های زردآلو، توت، چهارمغز، چنار، بید استفاده می‌برند. قابل ذکر است که برای کارهای خراطی بدیعی اسباب‌های مقرری و مخصوص خراطی را استفاده می‌نمایند. در دهه‌های گرد و اطراف استاد حبیب الله را خوب می‌شناسند و گاه به نزدش آمده و گاه طریق تلفن از او ساختن لوازمات ضروری را درخواست می‌نمایند. این یک شغل علاوه‌ای برای من بعد از فارغ از درس از کار مثلا مؤسسه دولتی روزهای استراحت من همین هنر همچنین واسطی دمگیری واسطی استراحت استفاده برم. اصلش همین محصولات های استحصال میکنم. بسیار وقت در همین خانه میستم من با یگون گیر اطراف نمیتونم بعد در همین نزد خانه ما یک تا مغازه برای یک تیپی دوکان همین خیلی تشکیل کردم که همون جمعونم خواهشمندان میبینند. برای کارکرد استاد حبیب الله عادتا از چوب با صفت درختان محلی استفاده می نماید. در دهه‌ها و بخصوص در دهه اورمیتن هنوزم با استفاده از پشم چروای خانگی زنها رشته آماده نموده از آن جوراب و دیگر نمود لباس‌ها را می‌بافند. همسری استاد حبیب الله نیز با استفاده از آن اسبابی که عادتا مردم محلی آن را چلیک و ارچوق مینامند از پشم چروای خانگی رشته آماده نموده با استفاده از آن جوراب‌های زمستانه می‌بافد. این اسباب را نیز استاد حبیب الله توسط دستگاه خراطی می‌سازد. من شوهرم انا خیلی چیزای قدیمی می‌سازم. ارچوق، چلیک، اسباب‌های قدیمی ما می‌گیریم از آنها این رشته رو با همین طور می‌رسیم و از این رشته های رسیده جوراب ها جیمپیر ها می بافیم. با وجود اونه که در این وقت به صنعت پیشرفتگی ما این اسباب ها با ما دسترس از پشم حیوان ها استفاده میبریم. از پشم گوسفند بره میگیریم. اونم خیلی جوراب های ملایم با فایده آدم با سلامتی آدم خیلی خوب است. میبافیم استفاده میبریم. انا گلیم های رغزه میبافیم نمد میکنیم. استاد حبیب الله نیز چون دیگر هنرمندان کشور اعلان گشتن سال 2018 را همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اقدامی سری وقتی ارزیابی نموده ابراز داشت که این به ادامه دهندگان هنرهای اجدادی روح و الهام تازه میبخشد و آنها را وادار میسازد که در رشد و نمو حفظ و معرفی هنرهای ملی و قدیمی خلق تاجیک بی‌طرف نباشند. او نیز نقشه دارد که در این ردیف یک قطار کارها را انجام دهد. از جمله آموزانیدن این هنر به نسل نورست یکی از مقصدهایی است که در این سال استاد حبیب الله برای خود گذاشته است.
رستم بک احمدوف، فروخ فروف برای برنامه اطلاعاتی نگاهی دیار.